خیر چخیل جون دیوانه باید ای بدردین پت پت کردن میگردی حالا وقتی جوانی ای وقتی خوردن و گشتن ای ان همین لحظه با ما باید خورده گردیم Badreddin Kholov. خیر چخیل جون دیوانه باید محکول شد همه بله مخصوص قندو تبزن ای ما همین برای تو همین دنیا آمدگی هستم چیزی که تو بگوی من در اختیاری تو هستم رحمت آفرین این زیبایی ترا من دیده باور کن هر شب تا سحر بیدارم جون من یه مگازین میرم میبیام من میرم یکون چی در کار گرفته من بیام تلفن در یک گپ میزنم میبیام خراشو خب خوب بدردین میویا السلام علیکم علیکم السلام کو اینجا بشین چوجا را دیدی چه خیلی جونی من بدردین جون دیدی بد نیست الان کوری من نمیای فقط فارو بس نمیکنی یک آدمی زندو ای بایخونی ای بدردین پت پت کردن میگردی حالا وقتی جوانی ای وقتی خوردن و گشتن ای ان همین لحظه با ما باید خورده گردیم چوجا را ببین جانی من ای ای این اوچام چی میگفته باشه لبای اوچا از من کور قطعی بند هستم با زنگ میزنم اوچا خب عذری زیاد برادرجانا که کمی هم باشد وقتی قیمت شما را میگیرم اگر شما همین نوا را تماشا کرده باشین و همین گونه رولیک های تربیتی با شما پسند باشد فراموش نکنید در کانال پادپیسات میکنیم در نوار یک دونه لایک میمونیم در کامنتاری حتما یک سخنی خوب مینویسیم و انشالله که با عید خوبتر و بهتر رولیک های تربیتی پیشکش و میگردانیم واقعی در پناه خدا باشین خب همین کمپیری موده که جو دایی چیکو کردی راست میگی فاروق وقتی خوردن و گشتن تای وقتی جوانی تای اگه من توف کردم در روخ جوانی که یک دختر قد کوچه را تو جان میگی اصل میگی اگه وقتی مادر زنگ میزنه ای دهد یک بار کلمه مادر جان نمیبرویه Badreddin Kholov. ما میرم خونه اوچم با چی با؟ هر چیزی میگم نمیخری ما چیزی بگو نمیکنی بگپ نمیکنی گفتگی ما نمیخری بیزار شدیم ای تو که من قچشمو خیلی گپوش مرو گوش کرده شینم نمیشه خیلی توقت کرده نمیشه ای زنه که ابلا منو گوش کن میری خونی اونچا میرم برا دفشا نبینید السلام علیکم دوستان عزیز چطوره که دیده هستیم ما در هفته نوال قرار داریم مرده که برهمش در اینجا حضور دارد این ارتریس زیبای ما بس اینی مریم نمیدونن مریم خاک دوم فراموش میکنی وقتی عیسوی بسیار زنکی اکش دورجو زنده باشین برادران دستگیری کنیم به نهایت تمیت رولیکوی هم تربیه هم بی تربیه‌ای هم این نمودش هست این اکش فراموش بدردین جون من فکر کردم که در حقیقت تو باید دخترانه که دل برداری میکنی اگه جا گویی دفشا خورسان شده رنج من بده زنده باشین تنمونه کدام ایده که چی نمود رولیکو معقولای در کامنتاری حتما بنویسه ویدیو را یک مونه لایک میمونیم در کانال پادپیسات میکنیم انشالله که با رولیکوی خوب و بهترین همراه یکم پیشکش میگردونیم پادپیساتیا و لایک رو فراموش نکنید مایلش بکشش که جان بکشش خود خنک شیده بچه شاوش